این دفعه واخوری دانشجویان شعبه‌های رزانی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانی کسبی مرکزی ولایت، زادگان شهر و دهات پنجکند با رئیس این شهر دایر گردید که آنچون آنانه در مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرعلی شهر خوجند برگزار شد. دانشجویان پنجکند را ضمن برآمد خویش رئیس این شهر باستانی چون جوانان سعادتمند و خوش اقبال که در دوران صاحب استقلالی کشور به دنیا آمده به روند بنیادکاری و آبادانی کشور سهم گذاری خواهند کرد ارزیابی نمود و اظهار باوری کرد که من بعد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق شهر و دهات پنجکند تشکیلات مؤسسه و اداره‌های دولتی را آینده این جوانان صاحب تخصص پررو خواهند کرد. یادآور می‌شیم که از شهر و دهات پنجکند همساله شماره زیادی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی به دانشگاه و دانشکده‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات میانی کسبی داخل شده آن را با موفقیت ختم می‌نمایند. طی 2 سال آخر صف قبولشوی دانشجویان در تمام مکاتب دانشگاه‌های عالی از شهر باستانی پنجکند خیلی افزوده است. ساحه معارف شهر پنجکند یکی از ساحه افضلیت‌ناک به شمار می‌رود. سال تحصیلی 2023-2024 از 3300 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیم شهر و دهات پنجکند طریق مرکز ملی تستی 3300 نفرشان حجت سپردند که از اینها 3280 نفر به دانشگاه و آموزشگاه‌ها داخل شدند و این سال خوشبختانه شماره تعداد ختم کنندگان از نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است. طبق معلومات آماری 70% اهالی تاجیکستان را نسل نورس تشکیل می‌دهد و محض همین نسل آینده ساز من بعد در رشد و نموی کشور پیشرفت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق، صلح و ثبات، حفظ مرز و بوم، معرفی دولت و ملت در عرصه جهانی نقش مهم خواهد گذاشت. شکر دوران استقلالیت که ما جوانان در چنین شرایط عمر به سر برده ایستادیم که بهر ما همه امکانیت‌ها فراهم آورده شده است و ما جواباً به این خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان وعده می‌دهیم که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده همچون آموزگار به زادگاه خود برگردیم و بهر تربیت نسل نورس کوشش نماییم. باید تذکر داد که در واخوری رئیس شهر پنجکند با دانشجویان معاون رئیس ولایت نیز شرکت ورزیده سخنرانی کرد. جوانان آینده دولت و ملتند. این سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر یک جوانی با ننگ و ناموس وطندار و وطن دوست را وادار می‌نماید که با باوری پیشوای معظم ملت سزاوار گردیده در رشد و نموی کشور سهم ارزنده خود را گذارند. برای این صاحب کسب و صاحب تخصص گردیدن اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی و از دوران دانشجویی آغاز کرده تقویت بخشیدن حس مسئولیت شناسی به تقدیر آینده دولت و ملت و از متلاش به شکوفایی بیش از پیش دیار مهم ارزیابی می‌گردد.